ورحمة الله وبركاته. زبان آمدد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع بار نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. موعظه‌ای که امروز در دوام 1 ساعت اگر خداوند برای ما و شما مهلت دهد، پاسخ به سوالهای شما هست. و بسیاری برادرای عزیز و گرامی ما که در اینجا مهمان هستند و بسیار درخواست کردند که در باب ریا صحبت شود که ریا چیست، و این چنین صحبت در باب برادری شود. انشاءالله ما برای این برادرهایی که الحال در این جمعه ما و شما اشتراک دارند، از راههای دور آمدن، وعده هم دادیم که شاید جمعه های آینده اطراف برادری، که برادر گفته کی را میگویند در اسلام، برادری چی معنی دارد، برادری مسلمان از غیر مسلمان چی فرق دارد، و این چنین اگر وقت شود در باب ریا، که ریا خود کلمه عربی است، معنای خودنمایی را میدهد. خودنمایی در اسلام چی هست؟ ان شاء الله صحبت میکنم. سرآغاز یک جایه با شما دعا میکنیم از دعاهایی که حبیب خدا کردند. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقه. خدای مهربان، در این ساعتهای خیلی پر ثواب و پر اجر دست به سوی درگاه تو می برداریم و درخواست ما بندگان تو، خواهش ما بندگان تو این است که خدایا ما را از ناداری و از کمبودی خدایا نجات بده، و ذلت خدایا ما را از خواری، از تنگ دستی پروردگارا نجات بده. اللهم انا نعوذ بك من المنکرات الاخلاق والاعمال. خدایا آن اخلاقی که ناپسندیده است، آن اخلاقی که صاحبی خودش را به عزت و به حیا و در پیشگاه پروردگار قدر او را میریزاند، خدایا از این گونه اخلاق جامعه ما را نجات بده، و ما را خدایا از آن اعمال هایی که چی در دنیا و چی در آخرت شرمنده می باشیم، در خجالت می باشیم، خدایا از این گونه عمل ها هم ما بندگان خودت را نجات بده. خدایا ما را با عمل های نزدیک گردان که هر یک دقیقه، هر یک ساعت قدر ما، شرف ما در نزد درگاه تو بلند شود، و فردا با سبب این عمل های نیکویمان بهترین مقام را خدایا نصیب شوی. و نعوذ بک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع و من بطن لا تشبع. خدای مهربان، به سوی تو پناه طلب میکنیم از علمی که منفعت ندارد، از علمی که عمل ندارد، از علمی که برای فایده بندگان تو نیست، فایده شریعت تو نیست. به سوی تو پناه طلب میکنیم، و از دعایی که آن دعا را ذات تو نشنود، و از دلی که از تو نترسد، و از شکمی که اصلا سیر نشود.
خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری ها ما را خدایا شفای کامل نصیب بگردان. مسافرها را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسان و همیشه در این جمهوری ما یکدیگر فهمی صلح و صلاح را خدایا حکم فرما بگردان. و رئیس جمهور هم که برای بهبودی سعی و کوشش ها دارد و بسیار برنامه های بهترین را در بین مردم ما گذرانیدن که این هم باشد برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم. خدایا ایشان هم در حفظ امانت نگهداری. آمین یا رب العالمین. البته حبیب خدا در دعاهای خود دعا میکرد اللهم اینا نعوذ بک من علم لا ینفع. این خیلی یک موضوع بلندی هست. اگر ما میتونیم که ساعت در زیر این یک دعای حبیب خدا برای شما صحبت کنم. وقتی دعا میکردن که خدایا ما را از علمی که منفعت ندارد به سوی تو پناه طلب میکنیم. البته منفعت این فایده است. از علمی که فایده ندارد خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. فایده مقصد اون نیست که خدایا برای من چنان علم نصیب گردان که فقط و فقط باعث درآمد من شود. اینم در نظر نیست، بلکه علمی که خدا برای بندگان خود میدهد، لیکن این بندگان خود این علم را برای بهبودی، برای بیدار کردن بندگان خدا، برای از حقیقت این علم مردم خبر دادن، وقتی استفاده نمیبرند این علم بیفایده میگویند. این علم به ضرر خود همون عالم البته به البته انجام می‌یابد. حتی حبیب خدا که حدیث صحیح است از 4 چیز بندگان خدا روز قیامت میپرسد، این یکیش از همین است، از علم. از علم. آیا با این علم در بین بندگان خدا چی خدمت کردی؟ آیا این علمی که ما برای تو دادیم سکوت و خاموشی را برای خود اختیار کردی، یا در بین مردم این علمی که ما به تو نصیب گردانیدیم حقیقتش را بیان کردی؟ اگر چنده که دادرای عزیز و پدرای خیلی عزیز و گرامی، شما میدانید که وقتی که یک سخن حقیقت گفته می شود این خیلی برای فایده دین اسلام، برای فایده جامعه، برای فایده شما هست. لیکن اگرچنده که خطر زیاد دارد، اگرچنده ملامت زیاد و مذمت زیاد دارد از پسش، لیکن به هر حال هم که باشد باید آن چیزی که هست به گوش مردم رسانیدن در کار، تا که مردم از حقیقت این دین مبین اسلام آگاهی یابند. زیرا خیلی وعید وزنین، خیلی یک وعید، یک وعده وزنین برای کسانی که علم می پوشانند و علم در بین مردم از حقیقت مسئله بیان می کنند. حبیب خدا حدیث دارد که سئل عن علم فکتمه، یک سوال از جانب شما به من می شود که فلان مسئله چگونه می شود، من می دانم، من وی را دیدم، لیکن وی را می پوشانم، حقیقتش را برای شما بیان نمی کنم. زیرا که اگر حقیقتش را بیان کنم شاید که من از بسیاری راههای درآمد باز مانم، یا شاید که به فایده جان من نباشد. به این خاطر وقتی که من این سوال را برای شما حقیقتش را که بیان نمی کنم، حبیب خدا گفتند الجم یوم القیامت باللجام من نار، یقین دان که روز قیامت تو بر این عالم در دهانت لجام از لجام آتشین زده می شود. با این علمی که تو در دنیا داشتی، با این علم تفسیر و حدیثی که تو داشتی، با این درجات مولوی و شیخ و فلانی که تو داشتی، لیکن برای مردم خدمت نکردی،
برای مردم از حقیقت آیت قرآن و حدیث صحبت نکردی، تو بر این عالم لجام از آتش دوزخ در روز قیامت زده میشوی. این از آن حدیثی که بعضی از عالم ها را نمیگذارد که حقیقت را پوشانند، اگرچند که در بین دیگرها سیاه میشوی، در بین دیگرها گویم بی قدر میشوی، لیکن مرتبه تو در نزد الله و حبیب او خیلی بلند است. برای همین این مسئله که ما جواب میگوییم، اگرچند که یک دو برادر هم خطی نویساندن هم تلفنی میگویند، وقتی ما فتنه های شما را در مسجد میگذاریم و مسئله های را که شما بیان میکنید، در حال مورد تحقیر و دشنام در بین قوم ما قرار میگیرید. لیکن بسیار نیک است، بسیار خوب است. این خیلی باور که این شرف بلند است که آدم برای خود غیبت چی پیدا میکند. ما دوست می‌داریم که همون برادرایی که از مسئله هایی که ناخوشنود میشوند، ناراحت میشوند، میتوانند چی با طریق تلفن چی با طریق خطی برای من نویسند. هر چیزی که میگوییم آیت قرآن است، احادیث های رسول اکرم است. از او بیرون من برای شما صحبت نداشتم و صحبتم نکردم. این است آن دعایی که حبیب خدا میکردند: از علمی که فایده ندارد خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم. السلام علیکم داملای شیرین سخن اکای حاجی مرزا. من مخلص اشدی شما، یکی از دهه های دوردست ناحیه شوراباد. من عائله دار صاحب 3 فرزند هستم. زندگی من همراه همسرم بی نهایت بد است. همسرم نه من را حرمت میکند، نه مادرم را، نه دیگر را، خویش و تبارم را. از شما اکای حاجی مرزا احترامانه خواهش میکنم که به من چی مصلحت میدهید نسبت زندگی همسر من فعل حیوان را دارد. البته این مسئله ها چندین بارها صحبت ها شدگی است. دادر عزیز میتواند که از صحبت های پیشی که ما نسبت زنهایی که بدفعل بودند یا حرمت شوهر مخصوص فتنه ها وجود دارد، اگر برده و از این استفاده کنند اونجا البته مفصل تر است، اونجا زیادتر است. اگر در وجود این زن ذره ایمان باشد، از روی این آیات های قرآن و احادیث های رسول اکرم البته به البته در زندگی تو برادر عزیز بهبودی پیدا می شود. این من برای دلبرداری تو این قدر می گویم که این زن که در نکاح تو هست، تو خودت را تنها نشمار، زیرا این گونه زنها خیلی در جامعه ما زیادند. فقط در این برادری که از دهه دوردست شوراباد مکتوب نویساندن، فقط این گونه زنی بد خدا نصیب تو نکرده است، بلکه نصیب اکثریت مردم ما گردانیده است. اکثریت مردم امروز همه شکایت از زنها دارند. لیکن اینجا عذر هست که زنهای ما از سخن خدا و پیغمبر دور ماندند. برادران عزیز و گرامی، اینقدر صحبتی که شما گوش میکنید، اینقدر مجلس هایی که شما اشتراک میکنید، بازم همین که بعضی از شما فعل بد دارین، بعضی از شما گویم رفتارهای نادرست دارین، آفرین به زنهایی که اصلا سخن ما را نمیشنوند، اصلا سخن خدا و پیغمبر را نمیشنوند، اصلا تماما نیست. فقط و فقط از سحر تا بگاه در نزد همون تلویزیون نشسته است. پس این معلوم است که وای برای شما آن خدمتی که شما میخواهید انجام نمیدهد. خدا رحمت کند زنهای دورای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که خیلی زنهای گوییم که با عفت بودند، زنهای خدا ترس بودند. احترام اونها را وقتی که باور کنید در قصه ها میخوانی، برای زنهای امروزه به خدا قسم همش افسانه هستند. لیکن وقتی زنی که در دنیا شوهر خود به احترامی میکند، حرمت نمیکند، از جانب حورهای جنتی که از این زنها دیده هزارها مراتب زیباتر هستند، خوش اخلاق هستند، به جانب این زنها قاتلک الله میگوید. ببین، لا تؤذیه قاتلک الله. آنها از اونجا ندا میزنند افسوس که گوشهای این زنها
شنوایی این سخن حورهای جنت ندارند، ولی اونها چی میگویند؟ ای زنی که صاحب شوهر هستی، لا تؤذیه، آزار نده این شوهره، قاتلک الله، خدا تو را قتل کند، خدا تو را هلاک کند، تو ویا آزار نده. فانما هو عندك الدخیل، باز چی میگوید؟ خدا یکمش که هلاکت کند، خدا تو را شرمنده کند، خدا تو را بے فیض و بے برکات کند، به خاطر اینکه این بهترین نعمت که شوهر است تو ویا بے حرمتی میکنی. لیکن یقین دان که این شوهر در نزد تو مهمان است، این شوهر در نزد تو یک وقت معین دارد. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که وی نزد ما می آید، زود است که وی نزد ما می آید. از این خاطر دادر عزیز، شما از زمان فیته های پیش استفاده برین. درباره احترام شوهر خیلی صحبت های دراز داریم، ما برده گذارین، شاید که این زن البته به خود آید و احترام شما را بجا آورد. السلام علیکم داملای عزیز، شوهر من خودش را شاگرد شما میخواند، در خانه زن و فرزندانش از او گریزی شدند، مرا هر گونه تهمت میکند، حتی به زنا هم تهمت میکند. سرت دادم برو خانه اتان. داملای عزیز چیکار کنم؟ شرایط خانه پدرم نمیرسد، دائما طعنه میکند، تو شکل نداری، من زنی زیبا میگیرم، من دیگر طاقت ندارم. داملا یک مصلحت میداده. البته این مصلحت ها هر روز حتی شخصان بیچاره به مکتوب هم همین نزد مسجد ما میآیند. الحمدلله که ما در چند زندگی این دادرها رفته الکی دخالت کردیم. بسیاری از اونها الحمدلله که امروز زندگی خوب دارند، لیکن مکتوب ها را میخوانی، شوهر از زن ناریضاست، زن از شوهر ناریضاست. امروز این گونه یک زندگی بی فرانجام، زندگی گوییم که بی مروت و بی محبت و بی مهربانی جامعه ما و شما را فرا گرفته است. حبیب خدا میگوید اجتنبوا سبع الموبقات، از 7 چیزی که شما را هلاک میکند همیشه پرهیز کنید. یکی از اینها قذف المحسنات المؤمنات است، تهمت کردن زنی که درک ندارد و بیگناه است. کدام شوهری که زن طعنه میکند یا تهمت بر زنا میکند، حبیب خدا گفت این مرد از جمله هلاک شدگان است. این هلاک شدگی است که وقتی که این زن تهمت بر این میکند. برادرای عزیز و گرامی، خداوند ظلم حرام گردانیده است. ان الله قد حرم الظلم، خدا میگوید به تحقیق ظالم دوست نمیدارم. حتی حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، دعا میکردن خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم اینکه کسی را ظلم کنم یا از کسی ظلم ببینم. خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم. بین از ظالم حبیب خدا پناه به سوی خدا طلب میکرد. وقتی شما زنها را تهمت میکنید، زنها را طعنه میزنید، زنها را لط و کوب میکنید، شما هم از جمله ظالمان هستید. شما هم در پیشگاه پروردگار برای این لط و کوب و برای این طعنه های خود البته روز از روزها راست ایستاده جواب اینه در پیشگاه خداوند میدهید. زندگیتان از زندگی خوب کنید. حبیب خدا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم للنسائه میگوید. بین ای جوانای عزیز، حبیب خدا مراجعت دارد و عبرت میگیری یا نمیگیری؟ و سخن معلم گوش نکنی، سخن شفاعت کننده را گوش نکنی. برای چی نماز میخوانی؟ برای چی مسجد میایی؟ برای چی دعوای امتی میکنی؟ زمانی که حبیب خدا به تو مراجعت دارد، برای تو مثال برای یک گویم پیروی نامعقول و بی‌ادب برای تو باری انسان حبیب خدا مراجعت دارد. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. میدانی میگوید ای جوان عزیز، کدام تو در پیشگاه خدا قدر و قیمت داری؟ همونی تو که اگر فعلی خوب داشته باشی، کودک از تو گریزان نشود، زن از تو گریزان نشود، یک ساعت نادیده برای تو بی‌طاقت شوند، تو باید پدر مهربان باشی.
تو باید پدری غمخوار باشی. تو را فرزندات دوست دارن، تو را زن دوست دارن. این اخلاقی بد از اسلام ما نیست. حبیب خدا میگوید من که حبیب خدا هستم، من که پیغمبر شما هستم، با تمام زنهایی که در نکاح داشتم همگیش قطعی معامله خوب داشتم، اخلاقی خوب داشتم، رفتار خوب داشتم. حضرت انس 10 سال میگوید آب طهارت به حبیب خدا میدادم، لیکن باری ندیدم که دستش برداشتگی در چهره زنش زده باشد. و ما ادب از کی میآموزیم؟ و برای ما الحمدلله قرآن، حدیث رسول اکرم، حیات پیغمبر خدا، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، خدا میگوید شما ای مردم اگر خواهین که با عزت شوین، با قدر شوین، حیات پیغمبر برای خودتان درس قرار دهید. و ما باید از حبیب خدا درس آموزیم. این چی بود است که من ظلم در خاندانو میکردم؟ زن و فرزندان من از من گریزان میشده است. دشنامهای قبیح از زبان من نسبت عائله و نسبت فرزندان من صادر میشده است. این چگونه پدری بوده است؟ این چگونه آداب اسلامی بوده است؟ داملای عزیز، ساکنان شهر دوشنبه، شهرک 112، مسافر عباس، توپهای فوتبال بازی آوردن که پرچم عربستان سعودی بوده، لا اله الا الله محمد رسول الله دارد. آیا فوتبال کردن با آن اجازت است؟ اجازت نیست برادرای عزیز و گرامی. البته این خطای همه چیز میبرارد. این از عربستان سعودی نیست. عربستان سعودی هیچ وقت در فوتبال، در توپ فوتبال لا اله الا الله محمد رسول الله نمی نویسد و او را زیر پای فوتبالیستا پرده. این یک بدبختا، این دشمنای اسلام هست. اینا به خاطر میکنن که شما مسلمان ها بی رحم و بی انصاف شوید نسبت این کلمه زیبایی که شما را از دوزخ نجات میدهد، لا اله الا الله محمد رسول الله، با او پای دراز کنید. اینا دشمنای اسلام میکنن. هر گونه گوییم که همتا پرچما و هر گونه شعارها را در هر جای می نویسند تا که باعث بی‌قدری شود. برای همین وقت شما این گونه پرچما را و این گونه اشاره ها را در توپ ها که دیدید، به او پای های خود این کلمه زیبا را نزنید. به خدا قسم این پای می شکند. این پای در پیشگاه خدا جوابگر می شود. آن پای که لا اله الا الله محمد رسول الله را می زند. اون کسانی که نسبت این کلمه تحقیر داشتند، حال اونا چی شد؟ از این خاطر برادرای عزیز و گرامی، هیچ وقت همون سوداگری که همین چیزها را فروختنی می شود، همونا را هم نظارت کنید. برادرای عزیز، این گونه توپها را نیارید که شما هم در این گناه شریک هستید. السلام علیکم داملای عزیز حاجی مرزا. برادر من زن خودش را در نزد خانواده زنش 3 طلاق کرد. از کدام روایت گرفته است که در نزدتون شخصی بیگانه نبود، طلاق حساب نمی خورد؟ التماس جوابش را همین هفته به ما جواب گردانید. یعنی یک برادر در پیش اهل عیال زنش، گوییم که در پیش اهل عیال خودش زنش طلاق داده است، گفته است که مادام خیر آدم بیگانه نیست طلاق نمی شود. یعنی اینا همه یک سخنهای بی معنی بی فایده. هیچ کس نباشد خودت تنها باشی زن تا طلاق که زن طلاق می شود. فقط در نکاح شاهد شرط است. نکاح را به شاهد کنی نکاح باطل است، لیکن طلاق به شاهد یگان نفر نباشد، خودت تنها زن تا طلاق که زن طلاق می شود. برای همین زن طلاق دادن این هم گویم نشانه جوان مردی نیست. دادرای عزیز، السلام علیکم بابای حاجی مرزا. مردی که زنا کند با زنش گوید که من حاضر از زنا کردن آمدم، باز وای خودش را شاگرد بعض داملاها میگیرد و میشیند و میخیزد سبحان الله میگوید وای گناهگار است، در آخر در حق من دعا کنید. البته گناه سبحان الله میگوید، الله اکبر میگوید، زنا میکنی، این چیز سبحان الله است. خدا پاک است، خدا بزرگ است، لیکن تو بر این مثال شخصی که نام این ذات میگیری و باز امر این ذات که اجرا نمیکنی، باور کن در پیشگاه خدا جواب میگویی.
این عمل هم بسیار عمل شنیع است دادرای عزیز. امروز بسیار رواج دارد، احتیاط کنید. بسیار رواج دارد زنا، خیلی زیاد شده است، بسیار احتیاط کنید. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، از شما التماس میکنم با سوال من جواب دهید. همین خیلی می شود که از زیارت خانه خدا آمده خانه فرزند خود را با تهمت ویران کند، یا سخن فالبین را از قرآن بالا داند. خب یا 5 وقت نمازش را این حاجی میخواند، لیکن با سخنهای فالبین خانه فرزند خود را ویران میکند. البته این گونه حاجی ها پر هستند دادر عزیز. حاجی هست که سخن فالبین میگیرد، حاجی هست که خیانت میکند، حاجی هست که دروغ میگوید، حاجی هست که غیبت میکند، حاجی هست که عرق میفروشد، حاجی هست که عرق میخرد. همش هستن برادران. این گونه حاجی ها وجود دارند. این معنای را ندارد که این حاجی عرق خور شد و سخن فالبین قبول کرد در درگاه خداوند یگان کمبودی پیدا شد. نه، این گونه حاجی هم پیرو با یک جاهل یک دوزخی دیگر است. این حج کردگی این برای این آدمی که حج کرده است هیچ منفعت و هیچ فایده ندارد. سلام بابای حاجی میرزا، خاله من 10 سال شد دیوانه کسل است. بعد اینکه بینیکی و تبابت را دست زد، اگر این کار را نکند گویا که جنها عذابش میدهند. نماز میخواند، روزه میگیرد. با این شما چی گفتنی هستین؟ مخلص شما از شهر دوشنبه. برادرای عزیز و گرامی، یعنی البته این حقیقت دارد، وقتی که جنها گویم خوازن باشد، خوامرد باشد، وقتی با او وارد می شوند، وقتی با او داخل می شوند، یقین او را در این کار بینیکی و فالبینی دلالت می کنند. اگر تو بینیکی و فالبینی را به عهده نگیری، به گردن نگیری، تو را قتل میکنیم، تو را نابود میکنیم. پس این مجبور می شود که دست بر این گناه زند و او گویم که طبیب می شود، او گویم که بینوک می شود و فالبین می شود. لیکن اصلا وای تبابت کردن نمیتواند. دادرای عزیز، وای خودش بیمار است، اون چگونه شما را تبابت میکنه؟ وای خودش گویم که جین زده است، وای جینش باید برآوردن در کار. از این خاطر این شخصی که بینیکی و گویم فالبینی و دیگر کارهایی را که جنها پیشنهاد میکنند قبول میکند، این بنده در پیشگاه خدا گناهگار است. البته برادر عزیز، تو را هیچ وقت گویم که جان تو در دست الله است. جن تو را آزار میدهد، جن تو را عذاب میدهد. لیکن دادرای عزیز، شما وقتی میبینین همین گونه دردها را مراجعت کنین، به ما مراجعت کنین، ما برای شما توصیه دهیم که چیکار کردن در کار. امروز آدمای همین جنوره خیلی زیاد شدگیان. راههای تبابت دارد، راههای خلاصی از این دارد. شما در حال ویا برده و مثال همون اکالهایی که 3 روز و 4 روز ویا مثال گویم بهنگ میکند، گرنگ میکند، خوابش میکند، با اونها استفاده نبرین. راههای دارد. این قرآن شفا است. برای همین مراجعت کنین، انشاءالله ما برای شما توصیه های خوب میدهیم. و امروز 10 صدها آدم باور کن تلفن میکنن، ما برای اونها راه ها نشان میدهیم که با این بیماری هاشون چیکار کنن. برای همین این شخصی که بینوک میشود، فالبین میشود، این طبیب نیست. برعکس کسی پیش این میرود، باور کنین وای حتمی از اونجا جین میگیرد، باز وای برای تو با جین میدهد. از این خاطر شما خودتان به دست خودتان باز بیمار نکنید. یک برادر در دوشنبه برای من حکایت کرد که بسیار مادرم ناراحت بود، هر گونه دردها را حس میکرد، هر چیزها در چشمش نمایان میشد. بعدن گفتن در فلان محله یک فالبین است و او نام طبیبی دارد و مادرم بسیار مجبور ساخت که مرا پیش وی برد. میگوید وقتی من مادرم بردم، مادرم جین نمیبیند، آدمی سالم و سلامت نمیبیند. ولی شما درباره جن تصورات ندارین برادر عزیز.
حالان که در قرآن مخصوص به نام جن سوره آمدگی است و الله در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میگوید ما طایفه مردم و طایفه جن خلق کردیم آفریدیم تا که پروردگارشون عبادت کنند. یعنی چگونه که شما خدا را عبادت میکنین جن ها هم خدا را عبادت میکنند. چگونه شما زن دارین فرزند دارین جن ها هم زن و فرزند دارند. از این خاطر از عالم جن شما بی‌درک هستین. لیکن اونها در حالتی که آدم بسیار از ذکر خدا دور شود در شما وارد می شوند، یا آدم غضبناک می شود در شما داخل می شوند، یا آدم وقتی شهوتش بسیار داشته نمی تواند این حالت هم در شما وارد می شود، یا حالت های زنا، حالت های عرق نوشی، این حالت ها در جن ها در شما وارد می شوند. بابای حاجی السلام علیکم، به این سوال من جواب گردانید. در وقت سفر دعا میدهند، میگویند که خیریت سفر حضرت خوجه خیز رهبر گفتن درست است، برادر عزیز نگفتنش بهتر است و این ترک سازیم. همه وقت رهبر ما حبیب خدا در مسافرتی دعای سفر این میگفتن که انت صاحب فی السفر. بین حبیب خدا اشاره به سوی خدا میکردن انت صاحب فی السفر. خدایا سفر مشقت زیاد دارد، سفر پستا بلندی زیاد دارد، مصیبت های زیاد میارد، لیکن خدایا در این سفر فقط صاحب تو را میگیرم، الله صاحب است. از این خاطر در دعاهامان هیچ کس ما داخل نگردانیم، فقط الله سفر ما را بخیر گردان، الله سفر ما را با برار گردان. خدا رحمت کند حضرت خوجه خضر. در اطراف خوجه خضر خیلی حالی من جمعه آینده یک برادر بسیار طلب کردن که همین خضر کیست، نامش چیست، آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ حقیقت دارد. اگر جمعه آینده شود من نام اساسیش اینا بلیا بود، بلیا. این قصه دارد در سوره کهف با حضرت موسی یک معامله دارد. برای همین من اگر وقتا شود جمعه آینده درباره خضر خود از کلمه یعنی سبز گرفتگی است. این کلمه عربی است. در بعضی روایت میگوید هر جای نماز میخوان اونجا سبزگاری میشد. در بعضی روایت میگن که هر جا که می نشست میخیست همون زیر جای نشستش سبزگاری میشد. از این خاطر وای خضر گفته. لیکن اطراف وای زنده است یا مرده این هم اختلافای زیاد است. اکثریت رفتن که وای وفات کردگی هست، لیکن بعضیا گفتن نه، گفتن وای وفات کردگی نیست. یعنی اهل تصوف اهل طریقت میگن وای زنده هست. یعنی کسانی که اهل تصوف و اهل طریقت نیستن اونا میگن که خضر از دنیا گذشته است. لیکن حقیقت ان شاء الله من جمعه آینده باز وقتا شود پرتر برای شما میرسونم. اول سلام اکای حاجی مرزا، من یکی از مخلصان شما، خدا علم شما را زیاد کند. همسایه میبیند که من به نماز جمعه میروم، خدا قبول گرداند. از من التماس کرد که از شما خواهش کنم که جواب همین واقعه پسرش که پیش از نکاح و توی با کلینش کرده است جواب گویی. وقتی شب توی نکاح کرده میارن، بعد میفهمیم که کلین 3 ماه حامله دار است، بعدا از 6 ماه پسر تولد کرده است. از شما حاجی محترم خواهش میکنم که جواب این را پر رسانید. با احترام مخلصان شما. البته یعنی این جوانی که پیش از نکاح پیش از توی با این زن یک جایه شدند و گوییم که از این جوان این زن صاحب 3 ماه حامله دار شدند، خب نکاح اینها درست است. وقتی نسب معلوم باشد، مقصد همون زن پرسند که همین شکمت از کی است، گوید که از فلانی است، کسی دیگر همراه نیست، نه کسی دیگر همراه نیست، فقط از فلانی است. پس شریعت اجازت میده که با فلانی نکاح کرده دهینش. خب و خانه‌داریش هم تا وقتی تولد کردنش اجازت میدهد. لیکن وقتی نسب معلوم نباشد، مقصد زنی بود که با 10 جوانها رسیدگی هست و یا نکاح کردنش درست است، لیکن شخصی که وای نکاح کرده میگیرد تا وقتی تولد با وای نزدیکی کردن نمیتواند، فقط نکاحش درست میشود. از این خاطر این فرزندی که از این جوان به دنیا آمده است یکمش حرامی است، ایرا ولد زنا میگویند، زیرا که به نکاح دست درازی کرده است و این فرزند در شکم این زن پیدا شده است، ایرا حکمش ولد زنا است. این حتی پیش در آمدنش اجازت نمیدهد شریعت. برای چی؟ برای بدبختانه رفتار کردن این پدر و این مادر.
این فرزند در دنیا گوییم سبب بدگمانی و سبب گوییم که در شک و شبهه پیدا شدن دل بندگان خدا پیدا شد. یعنی سبب گناهکاری این پدر و این مادر است. این جوان هیچ عیبی ندارد، فقط که نام این بیچاره ولد زنا است، از حرامی تولد شده است. السلام علیکم برادر حاجی میرزا. اولی این جوان که گرفته است، لیکن بسیارها میآید میگوید دخترها حتی مراجعت میکنن، خانه میآیند که مثال با فلانی یک جایه شدیم، یک ماه 2 ماه شد یا 3 ماه شد رفتیم ابورت کردیم و فلان و فلان کردیم. امروز این شم رواج دارد. خدا دانا از باور کن اکثریت جوانهایی که زن میگیرن خدا دانا از که دختری بیکر بیابند. با بعضی گویم که همون طبیبای بی انصافی هستن که پیش از مثال به شوهر برآمدن دخترها اونها را گویم همچون دختر میکنن و بعد دست شوهرشون میتیان. این خیلی بی انصافا هم وجود دارند. السلام علیکم برادر حاجی میرزا، خواهش میکنم که با سوال من در همین جمعه جواب گردانید، برای آن که من مهمان از راه دور هستم و امکانیتی به مسجد شما آمدن ندارم. البته وقتی من میگویم که یگان طبیب بی انصاف، این طبیب بی انصاف آن کسی هست که حس ملی ندارد، وای وطن دوستدار نیست، وای مسلمان دوستدار نیست. اگر این گونه دختر به وی مراجعت کند و این طبیب به وی جواب گرداند که من در پیشگاه خدا جوابگر می شوم، باید تو در این کار نادرست نمی رفتی، مرحمت این طبیب خوش به حالش که در پیشگاه خداوند هیچ وقت جوابگر نیست. لیکن برای آن که این بعضی با به انصاف شاید که همون دختر را استفاده برن، بعد مثال همون معاملش انجام دهند، این گونهش هم وجود دارد. من یک خواب دیدم. خواب این است که من با همراه یک برادر حج رفته آمدم. آیا بعد این خواب مرا حاجی گویند درست است یا نه؟ درست نیست برادر عزیز. حج رفته انشاءالله در خوابت ایمانت کامل می شود، در پیشگاه خدا اجر و پاداش گرفتی. این خواب هم خدا نصیب هر کس نمی گرداند. لیکن تو را حاجی گویند نه، برای حاجی شدن مبلغ صرف میکنی، رفته اون احکام ارکان ها را در موسم حج اجرا میکنی، آمده با مثل این حاجی هایی که پیش فالبین میروند و عرق میخورند مثل اینها نمیشوی، این حالت از نام تو حاجی است. خب من هر یک خوابی که دمی سحر میبینم او را در بیداری میبینم. این چه بنده باشد، بنده نیکوکار است. این البته در همه انسان هم رخ نمیدهد. ولی بسیار انسانایی هستند که شب خواب میبینی، روز همو خواب تا میبینی. این نشانه پاکیزگی و نشانه گویم که ایمان کامل داشتن تو را نشان میدهد. خب بعضی بنده های هستند که بر وقت به مسجد می آیند برای خواندن نماز، لیکن در مسجد تا سرشوی نماز سخن دنیا میگویند، حتی تسبیح در دست دارند. آیا این بنده ها از نماز چیز پیدا میکنند یا نمیکنند؟ البته هیچ ثواب پیدا نمیکنند. حبیب خدا میگوید سخن در مسجد نابود میکند نیکی های شما را چگونه ای که آتش هیزم را نابود میکند. و حبیب خدا در حدیث های مبارک مسجد میگوید که مسجد این برای ذکر خدا هست و قرائت قرآن است. مسجد جای پند و نصیحت است. از این خاطر وقتی که این نظام مسجد کسی که ویران کرد، اینم جنایت است و اینم در پیشگاه خدا جوابگری دارد. و ببین حتی که وقتی من خطبه میخوانم در نماز جمعه، اگر شما حتی با انگشتان میبینید یک برادر تو صحبت دارد، سخنرانی دارد، میخوای که وی خاموش درانی بود، انگشت در بالای لبت میگذاری، مثل که این چنین ما و شما اشاره داریم، یعنی مقصد که خاموش باش. حبیب خدا گو حتی برای تو اشاره کننده هم ثواب باقی نما. ببین اشاره کننده در ثواب نیست گفتن حبیب خدا. کجا وقتی که ما درباره شخصی که سخن دنیا در مسجد میگوید در اطراف او وقتی ما صحبت داشته باشیم؟ برای همین مسجد نظام دارد دادار عزیز، نظام مسجد را رعایت کنید تا که از ثوابهای مسجد برای شما چیزی برخوردار شوین. اون یکی از صحابه های پیغمبر
ربیعه نامشم صاحب ابن یزید است، در ریاض الصالحین هم در باب مسجد میگذارد، حدیث بخاری است. میگوید باره میگوید حضرت عمر در منبر نشسته بود، دوره‌های خلافتش بود و من میگوید بسیار همین تا پینک میبرد، خواب میبرد. فحسبنی رجل فنظرت عمر ابن الخطاب، میگوید یک کس مرا با سنگ میزد. این صحابه پیغمبر میگوید نگاه کردم که سنگ از جانب حضرت عمر آمده ایستاده است و من اشاره کرد که همون دو نفری که در آخر مسجد نشستن پیش من بیار. گفت عمر بسیار خدا رحمتش کند جسور بود، بسیار با غیرت بود، ولی امروز امتای پیغمبر بسیار بی غیرتیم، غیرت نداریم، ترسانچه که میترسیم. حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الجبن میگفت، خدایا من از ترسانچگی و بی غیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. مرد باید با غیرت باشد، جسور باشد، ناترس باشد. حضرت عمر بسیار جسارت داشت. وقتی این صحابه پیغمبر میگوید رفتم اون دو مرد به پیش حضرت عمر آوردم، به سوی من میگوید حضرت عمر بسیار به سوی این دو مرد نگاه کرد، گفت از کجا آمدین؟ گفتن از شهر طائف آمدین. گفتن قسم به خدا مهمان هستین، طائف یک 70 یا 90 کیلومتر دورتر است. گفتن همچون مهمان هستین در مسجد رسول اکرم، و ایلا اگر مردم همین مدینه می شدید چنان آزارتان می دادم، چنان لط و کوبتان می کردم که آواز شما مدینه را فرا می گرفت. شما این چی نظام ویران کردن در مسجد است؟ این چی عمل است که شما در مسجد حبیب خدا به سخن دنیا مشغولید؟ السلام علیکم پیشوای عزیز، میخواهم با سوالهای من روشنی اندازید. بعضی شخصان میگویند که شکرانه گفتن جایز نیست، میگویند که شکرانه دختری شیطان است. شما در این باب چی میگویید؟ البته این دروغ است. اگر دختری شیطان شکرانه هم که نام داشته باشد، شکر گفتن ما جای گناهش نیست. اگر چندی که من ندیدم که دختری شیطان شکرانه نام داشته باشه. این بعضی نمی کتابای فارسی و بعضی نمی کتابایی که مثال گویم کدام بیچاره نویسنده است که اساس و دلیل ندارد، اینا بسیارتر در همون کتابها هستند. برای همین این هیچ اصلی ندارد، اساسی ندارد. حتی خداوند در قرآن و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میتونید سوره ابراهیم آیت 6 نظر کنید. خدا میگوید اگر شما به سوی من شکرانه کنید من نعمت هام باز زیاد میکنم، اگر کفران نعمت کردید عذاب من دردناک است. مقصد هر نعمتی را که از من میبینید گوید شکر به سوی تو پروردگار. الله سپارش دارد که شکر گوید. از این خاطر سخن خدا ماندگی ما مثال آن هر چیزی که قولی که وجود داشته باشد اون را رد میسازیم. شاعر میگوید شکرگویی نعمتت افزون شود، ور نگویی از کفت بیرون شود. برای همین همیشه با شکر باشید، شکر خدا گویید، شکر تنی صحت گویید، شکر به سوی تو پروردگار که ما مسلمان هستیم، شکر به سوی تو ای خدایی که مسجدهای کشاده داری، شکر به سوی تو ای پروردگار که پند و نصیحت داری. شکر کنید، این هیچ جای گناهش نیست. دادر عزیز، بعض بنده های خدا 5 وقت نماز را در مسجد میخوانند و نماز جمعه را نیز میخوانند، لیکن از مسجد بیرون میبرایند و در تنهایی رفته امام خود را غیبت میکنند. نماز این گونه بنده ها چی میشه؟ راست میگوی دادر عزیز، اینا هم در این بیماری هم در بسیار بندگان خدا هست. از پس امام نماز میخواند، بیرون مورد غیبت و تحقیر همان پیشوا قرار میگیرد. وقتی که مثال این گونه رشک داره، این گونه شک داره، این گونه شبهه داره، دشمنی داره، از پس او نماز نخوان که نمازت نماز نیست، نمازت درست نمیشود. از پس شخص نماز خوان که با او اخلاص داری، با او محبت داری، او را دوست میداری و هر جا تو حمایه میکنی. افسوس خداوند در سوره حجرات
اگر گوش باشد که گوش باید بشنود این را، گفت حضرت صوفی اللیار. افسوس این گوش ها و گوش های میشنیدگی نیست، دروغ هم باور کنید. نمی سخن الحال در بین ما و شما هم غیبتچی ها زیادن. نمی گوزی گوشی تو گوشش میکند، لیکن افسوس خونی تو ویران شدگی است. گوش باید بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، در سر جاده عمل شیند. حضرت صوفی اللیار میگه افسوس که دیگر چشم های عبرتگیر و گوش های گوش میکردگی نمانده است. افسوس نیست. چند سال شد شما امر معروف گوش میکنید؟ چند سال شد؟ بغیر آن که موعظه هایی که در معرکه و دیگر میشود، فقط جمعتون حساب کنین، کی اصلاح میشید؟ کی از آن چیزی که خدا در سوره حجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. این الله سفارش دارد ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگانی که امروز ایمانی به خدا دارید، یکدیگرتون غیبت نکنید، یکدیگر تا غیبت نکن. خدا میگوید آیا دوست می‌داری این که گوشت برادر مسلمان تا در حالی که وی جان ندارد، وی مردگی از گوشت وی خوری؟ فکرهتموه، نه تو نفرت داری، تو نمیخواهی. واتقوا الله، خدا میگه پس از خدا بترس، توبه به سوی خدا کو، خدا تو را میبخشد. الله سفارش دارد غیبت نکن. غیبت کردن گوشت برادر مسلمان خوردن است. حبیب خدا را در یک حدیث خواندم، میگوید که بدترین خانه همون خانه است که گوشت زیاد میخورند. صحابه پرسیدن ای حبیب خدا، اوی گوشتخوری که ما داریم هر روز 2 کیلو و 3 کیلو میخوریم، خیلی گوشتخوری نبود؟ صحابه ترسیدن، شاید در ماهش یک بار یک تیکه گوشت میدیدند. گفتن حبیب خدا ما کو در یک ماه یک بار میخوریم، آیا ما نیز بدترین خانواده هستیم؟ گفت مراد از گوشت حیوان نیست، بلکه آن خاندانی که پیوسته غیبت دارد، این بدترین خانه به سوی خدا هست. اونا گوشت برادر مسلمان میخورند. در هر خانه ای که غیبت زیاد شد، معنای این دارد که اون خانه چی هست؟ بدترین خانه به سوی پروردگار به حساب میاد. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است. اگر تو خود عاقل گیری، خود آدم با عقل گیری، غیبت نکن. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پرداز آخر. اگر تو یک بار برادر عزیز پیش از آنی که امام تو ملا امام غیبت میکنی، پیش از آنی که تو رفیق دا غیبت میکنی، پیش از آنی که تو کسی را نباشد غیبت میکنی، اول یک عملهای خود سنجیده بگیر، یک تاریخ حیات خود ورق بزن. تو خودت کی هستی؟ خودت چقدر کم بودی ها داری؟ از این خاطر غیبت حرام است برادر عزیز و گرامی. یکی از دوستای خدا حکایت میکند که در صحبت یار و رفیقای خود نشسته بودم. یار و رفیقان من بسیار غیبت کردن، من پیش راه اونها را نگرفتم. ولی پیش راه غیبت چی را هم اگر نگیره، ما نیز در غیبت شریک هستیم، ما نیز در گناه وی شریک هستیم. میگه شب در خوابم یک مرد خیلی میگه سیاه هیبت به سوی من امر کرد. پیش سینه‌اش میگوید پر از گوشت خوک بود. پیش من گذاشت و گفت این گوشت خوک را تناول کن. گفتم ای بنده خدا، آخر گوشت خوک است، من مسلمانم، گوشت خوک خدا برای مسلمان ها حرام گفته. گوشت برادر مسلمان که از این هزارها مراتبه دیده حرامتر است و خوردید، این چی است؟ این خورید گفته. مثلا روز شما اینقدر غیبت کردید، گوشت یک برادر مسلمان تان خوردید، پس گوشت خوک در برابر این گوشت برادر مسلمان در حرام بودن چند مرتبه پستر است. این دوست خدا میگوید والله که میگوید وقتی از خواب بیدار شدم همان تیکه گوشت خوک در دهانم بود. میگوید دوستاش حکایت میکند که 40 روز دهان این دوست خدا میگوید بوی گوشت خوک میکرد. ما پروا نداریم، غیبت میکنیم، نمیترسیم. حرام کرده خدا در نزدیک میشویم. امام حسین هم خدا رحمت کند، نبیره حبیب خدا،
وقتی آمدن خبرش دادن که امام حسین در فلان خاندان تو را غیبت کردن، امام حسین میگوید من که آدم فقیر بودم، پیشی برو میگوید یک چند کیلو خرما را گرفتم و به خانه وی رفتم، در را تق تق کردم، گفتم وقتی برآمد مرا دید، گفت ای دوست خدا، گفت یگان خدمت داری؟ گفتم شنیدم که امروز مرا غیبت کردی، از بس که مال زیاد ندارم، قوتم به همین قدر خرما رسید، همین برای شما دادم در عوض همون حسنات هایی که خدا در من از جانب تو نویساند. مقصد چی قدری که یک آدم غیبت کردی، همون مقدار حسنات تو را خدا میگیرد در نامه اعمال همون بیچاره که در غایب است، درک ندارد، در نامه اعمال او حسنات می نویسد و گناه های او را گرفته در نامه اعمال شما می نویسد. بس کنید برادرای عزیز و گرامی، غیبت نکنید، غیبت حرام است. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجد امامی که در مسجد امامی میکند لیکن او ریش ندارد، سله ندارد، علم ندارد، حتی در 5 وقت نماز امامی نمیکند، آیا قفای این گونه امام جاهل بی سواد نماز خواندن درست است یا نه؟ این که جاهل است تو خودت پیش درآ، تو ریش داری، تو سله داری، تو علم داری، تو پیش درآ. این خیلی قوم است که یک آدمی که تماما علم ندارد، فراست ندارد، معرفت ندارد و گویم و یا امام خود میگذارند. این خیلی قوم است. همه این قوم در لعنت خدا گرفتار میشوند. محراب جای کسی هست که وی علم دارد، معرفت دارد، خدا ترسی دارد. محراب جای آدمی بی علم نیست. هر یک محرابی که اگر صاحب خودش نداشته باشد، یقین دانید که به خدا قسم قومش جاهل بی سوادند. حبیب خدا میگوید اذا وسد الامر الى اهل غیری فانتظر ساعه. در کدام محرابی که اگر بی سواد آمد و جای گرفت، در کدام قومی که ملا امامش آدمی به معرفت و از خدا نمی ترسیدگی باشد، یقین دانید که در اون مسجد قیامت قایم می شود. بی سواد است، امروز شکر دوره ترس و هم نیست، بگیره دستش بیرش که یک به سواد در جاش گذاری. محراب جای بی سواد نیست، جای بی علم نیست. محراب جای آدمی با سواد، جای آدمی حقیقت گو هست. این محراب برای جمع گیر کردن، برای فقط عزت، برای شرف نیست. این فقط برای چی است؟ برای تعلیم مردم است، برای پند و نصیحت است. از دورهای پیغمبر خدا قریب 1000 ساله ها را شما ورق زنین، محراب در محراب کیها می ایستادند؟ اگه این زمانی خیل شد گویا محراب ها هم به تقبازی شدند، محراب ها را میخرند. محراب ها را هم آدمای گویم که کمتر باز شرایط چون خوب است همونا بعد از خود میکنند. این گناه است. پیغمبر خدا میگه ثلاثون لعنهم الله. برادرای عزیز، کدامید که از همین خیل اماما برخوردار باشین، این حدیث را گوش کنین. 3 طایفه در لعنت خدا گرفتانند. من اما قوما و هم له کارهون. یکمش همون امامی که فهمیش ندارد، علم ندارد، جاهل است، فقط اختلاف و فتنه انداز است. بازم این که اگر در مردم امامتی میکند، مردم اگر چنده که با دلش ویا بد میبینن لکن قوت ندارن، لیکن قدرت ندارن که همون امام از محراب بیرون کنن، خدا با این گونه امام لعنت گفتگی است. برای همین امروز محراب جای کسی هست که از وی چیزی گرفته شود، از او فایده برده شود. همین سبب خیلی نافهمی هایی که امروز در بعض مسئله هایی که مثال پیدا می شود، همین سببش همین است که محراب ها صاحبای خود ندارند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله این برادرایی که اینجا نامنویس شدن در حجشان دعا میکنیم و جمعه آینده چگونه که این برادر ما از ما سوال کردن، مهمانا خیلی از راه دور آمدگیان که درباره برادری، برادر کی هست؟ این برادر یک نشانش همین است که غیبت نمیکند. همین را برادر میگویند. اون برادری که تو را در پنهانی غیبت کرد و آمد با قطعی تو سلام کرد و دروغ میگوید برادری تو نیست. درباره برادری و درباره ریا و درباره خیزر جمعه آینده ان شاء الله اگر وقت شود من برای شما صحبت میکنم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر و الیه المصیر. آمین. خدای مهربان، در هر یک قدم هایی که اهل این جمعیت برای ادا کردنی این نماز فریضه گذاشتند، خدایا حسنات کتابت بفرمایی و همه گناه های اهل این جمعیت ما را در هر قدمشان خدایا مغفرت بگردانی. آرزوها و امیدها و مطلوبهایی که در دل این جمعیتن خدایا همگیش را برآورده بگردانی و برادرای ما که از اوراتیپ آمدن و در این مسجد اشتراک دارند از ما و شما دعا خواستند. خدای این برادرها را صحت و سلامت به خانه داشتن رسانی و هر آرزوهایی که دارند خدایا با فضل و کرم خود برآورده بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الهامین. اللهم صل و سلم و بارک علیه. پروردگارا اللهم یا ولی الاسلام والمسلمین ثبتنا علی الاسلام حتی ملقاک. پروردگارا صاحب اسلام تو هستی. پروردگارا صاحب اسلام تو هستی. پروردگارا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا ما را از نعمتهای دنیا و آخرت با نصیب گردان و از آتش سوزان دوزخت این جسدهای ضعیف و ناتوان ما را نگهدار.